جنگ جهانی دومین جنگ جهانی بین سالهای 1939 تا 1945 رخ داد. در این جنگ بیشتر کشورهای جهان از جمله همه قدرت‌های بزرگ در قالب دو اتحاد نظامی نیروهای محور و نیروهای متفقین در برابر هم قرار گرفتند. هواپیماها نقش مهمی در این جنگ را ایفا می‌کردند. بمباران‌های راهبردی، مراکز جمعیتی و استفاده دو سلاح هسته‌ای که تا به حال در هیچ جنگی استفاده نشده بود. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان و در نتیجه اعلام جنگ به فرانسه و بریتانیا به آلمان رخ داد. آلمانی‌ها توانستند تا میانه سال 1941 با مجموعه‌ای از حملات نظامی بر بخش‌های زیادی از اروپا چیره شوند. پس از سقوط فرانسه در اواسط سال‌های 1940 و بروز نبردهای آفریقا شمالی و شرقی، جنگ عملاً برای مدتی میان نیروهای محور و بریتانیا صورت می‌گیرد. عملیات بلیتیس و نبرد آتلانتیک در همین دوران به وقوع پیوست. در 22 ژوئن سال 1941 نیروهای محور در جریان عملیات بارباروس تهاجم گسترده‌ای علیه اتحاد شوروی آغاز کرد تا با ورود رسمی این کشور به جنگ جبهه شرقی باز شود. ماه دسامبر سال 1941 تهاجم ناگهانی امپراتوری ژاپن به پرل هاربر موجب وارد شدن علنی ایالات متحده به درگیری‌ها و اعلام جنگ آن علیه امپراتوری ژاپن شد. در پی این حوادث مابقی نیروهای محور نیز به عنوان متحدان امپراتوری ژاپن به ایالات متحده اعلام جنگ کرد. شبیه نیروهای محور پس از شکست امپراتوری ژاپن در نبرد میدوی و شکست آلمان و ایتالیا در نبرد دوم الامین در مصر و نبرد استالینگراد در خاک اتحاد جماهیر شوروی متوقف شد. مجموعه روایت‌ها ابتکار عمل را از نیروهای محور گرفت و آنها را مجبور ساخت تا با گرفتن حالت تدافعی در همه جبهه‌ها تنها پاسخگو و راهبرد طرف مقابل باشند. در سال 1944 متفقین به فرانسه اشغال شده توسط آلمان در عملیاتی حمله کرده و ضد عملیات شوروی توانستند قلمروهای از دست رفته را پس بگیرند. سال 1944 و 1945 میلادی امپراتوری ژاپن مجبور به عقب نشینی از بسیاری از سرزمین‌های اشغالی در مرکز و جنوب چین شد. متفقین نیز توانستند نیروهای دریایی امپراتوری ژاپن را مجبور به عقب نشینی کنند و کنترل جزایر راهبردی و غرب اقیانوس آرام را به دست بگیرند. جنگ در اروپا با تهاجم متفقین غربی به آلمان از 22 مارس تا 8 می 1945 به پایان رسید. در نتیجه این تهاجم حاکمیت نازی پایان یافت و آلمان به اشغال دشمنان درآمد. پس از ابلاغ اعلامیه شرایط تسلیم در 26 ژوئن 1945 توسط متفقین، ژاپن از پذیرش نتیجه جنگ خودداری کرد و به دنبال آن ایالات متحده در 6 و 9 آوت سال 1945 اقدام به بمبارانی اتمی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی نمودند. شوروی نیز علیه ژاپن اعلام جنگ کرد و به منظوری حمله کرد. پس از تسلیم ژاپن در 15 آوت 1945 پیروزی متفقین در آسیا نهایی شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید.